سفینه‌ای داریم در بحر ناپیدا کنار شیر. در این سفینه ای از شیر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید حاوی اشعار رنگین و ترانه‌های دلانگیز از آثار شاعران. درود به شما دلباختگان ساز و نوا و مشتاقان چکامه و ترانه‌های والا. اینک باز فرصتی آن رسیده که خانه ذهن و دنیای دل را از نکهت گلباغ ادبیات و صنعت معطر نماییم. در این رهگذار با سفینه سفید هم سفر باشید. زیباست گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. شنوندگان عزیز، این مصرع‌های والا به قلم شاعر توانا بانوی سخنور تاجیک رابعه بلخی تعلق دارد. یعنی ما باز شما را این نوبت به سیر عالم شعرهای پر از شادی و نشاط، پر از درد، پر از مهر، پر از عشق پاک و طبیعی این شاعره شیرین سخن میبریم. همونه که شیخ عطار درباره شعرش میگوید: چونان در شعر گفتن خوش زبان بود که گویی از لبش طمع درام بود. تلاش و زحمت‌های دولت و حکومت مملکت زیر رهبری پیشروی ملت محترم امام علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته با امروزی ملت بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می‌آورد. به خصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو به تجلیل 1050 سالگی شاعر زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی دوامی سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشنی چنین تلاش و زحمت هاست. زیرا رابعه بلخی یکی از چهره‌های نادر و شایسته تاریخ ادبیات تاجیک است که نام او با زیبایی، عشق، خرد و آزاداندیشی همیشه جاودانه مانده است. وی نخستین زن تاجیک زبان به شمار می رود که در تذکره‌های ادبی از او با احترام یاد کردند. رابعه بلخی زاده بلخ است و از همسران معروف استاد ابو عبدالله رودکی است. در حاشیه این گفته ها بیایید یک جا اندیشه های ادبی و شناس نامزد علم های فیلولوژی انزورت ملکزاده را درباره نقش این بانوی هنر در ادبیات و موضوع اشعار ناتکراری او میشنویم. با ما باشید. بنا به اتفاق اهل تذکره و سرچشمه های ادبی و تاریخی، رابعه بلخی یکی از سخنوران معروفی آخر عصر 10 و ابتدای عصر 11 بوده است. همزمان نسبتاً جوانی استاد رودکی بوده دوره های آخری سلطنت دودمان سامانیان را دریافت کرده است. رابعه بلخی در فضل و کمال، علم و دانش و یک عده هنرهای معمول زمانش مهارت تمام داشته است. پدر رابعه کعب قزداری مدت حکمرانی بست و مکران، سیستان، قندهار و حوالی بلخ را به عهده داشته است. اینکه سرچشمه های تاریخی رابعه بلخی را از نیسوان و ملکزادگان می‌داند، سببش این است که دختر حاکم بلخ بوده است. این خاندان از مردم بومی بلخ بامی به حساب می رفتند، یعنی از آزاده نژادان بلخ بودند و شوق و هوس علم آموزی رابعه را پدرش مشاهده کرده برای دانشمند شدن فرزندش کوشش به خرج می دهد. رابعه بلخی از دانش‌های معمول زمانش مثل صرف و نحو زبان عربی، صرف و نحو زبان فارسی، علم حکمت، فلسفه، موسیقی و بنا به روایت فریدالدین عطار در الهی نامه از هنرهای اسب تازی و کمانوری نیز آگاهی کامل داشته است. برای ما میراثبران رابعه بلخی
مهمتر از همه آن است که یک سخنور بسیار با استعداد و خوش سلیقه بوده است. در انکشاف زبان تاجیکی فارسی با ایجاد شعرهای رنگین و پرمعنی و حکیمانه سهمی چشمگیر گذاشته است. در ردیف مردان بزرگی هم عصرش صاحب 2 دیوان شعر بوده است، هم به زبان عربی و هم به زبان مادریش زبان تاجیکی دیوان شعر تدوین کرده است. زبان اشعار رابعه بلخی بسیار ساده، دلنشین و به فهم و درک ما وارثان و میراثبران رابعه بلخی امروز نیز مفهوم و آسان فهم است. موضوع اساسی اشعار رابعه بلخی را عشق و محبت انسانی، تصویر طبیعت و اخلاق و آدمیت انسانی تشکیل می‌دهد. مثلا درباره عشق چنان صمیمی و با حرارت سخن میگوید که عارفان عصرهای بعدی مثل فریدالدین عطار عشق او را، صمیمیت عاشقانه‌های او را توصیف نمودند. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سود من. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سخت‌تر گردد کمان. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عاشقی خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندی باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید غم. همین یک نمونه از سروده های عاشقانه رابعه بلخی است که در صمیمیت، در بند و بست، منطق و معنا یکی از هنری ترین غزل های این دوره به شمار می رود. در تصویر طبیعت، تصویر بهار، منظره های زیبای طبیعت دیارش نیز شعرهای صمیمی و خوب و ماندگار سروده است. مثلا همون زیباست گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگی مانا گرفت. همین غزلش هم در باره زیبایی های بهار صحبت می کند. زیبایی بهار را به اثر مانی، به ارژنگ، به اثر نقاشی مانی به ارژنگ تشبیه می دهد. معلوم می شود از ابراز و از تصویر و از کلمه هایی که در شعر استفاده می برد از تاریخ خلق خود خیلی خوب آگاهی داشته است. عنصرهای ملی پیش از اسلامی یا اینکه دوره باستانی مردم خوب با خبر بوده است و همین اشعار ماندگار که با معنی‌های رنگین ایجاد شده است باعث بران شده که سرچشمه‌های ادبی درباره این شخصیت معروف ملت ما با اخلاص و صمیمیت خاص یاد کردند. یک سخنور است که غایه‌های دوره احیایی مردم ما را سروده است. غایه‌های استقلال خواهی مردم ما را در شعر ترنم کرده است، تشویق و ترغیب کرده است و یک شخص روحاً آزاد نژاد، آزاد فکر و روشن فکری واقعی بوده است و بنابراین بسیار تصمیمی خوب و سری وقتی بود در سطح جهان تجلیل نمودن بزرگداشتی این زنی سخنوری فارس تاجیک. فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. بداد از نقش آذر 100 نشان آب، نمود از سحر مانی 100 اثر باد. مثال چشم آدم شد مگر ابر، دلیل لطف عیسی شد مگر باد. که دور بارید هر دم در چمن ابر، که جان افزود خوش خوش در شجر باد. اگر دیوانه ابر آمد چرا پس، کند عرضه صبوح جام زر باد. گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ، از این غماز صبح پرده در باد. برای چشم هر نااهل گوی، عروسی باغ را شد جلوگر باد. عجب چون صبح خوشتر می برد خواب، چرا افکند گل را در سحر باد.
در سرچشمه ها آمده است که رابعه در حسن و جمال، فضل و کمال، ذهن تیز و قدرت شاعری به فارسی، دری و عربی مشهور بوده است. رابعه بنت کعب قوزداری در نیمه اول عصر 4 هجری یعنی تقریباً 1000 سال پیش در شهر کهن بنیاد بلخ به دنیا آمده است. بلخ آن زمان مرکزی بزرگ علم و فرهنگ و مکتب و اندیشه های گوناگون بود. پدر رابعه کعب قوزداری مردی دانشمند و آبرومند بوده. در دوره سلطنت سامانیان در سیستان، قندهار و بلخ حکومت میکرد. ادامه اندیشه های ادبیات شناس انصورت ملکزاده را درباره زندگی نامه این بانوی سخنور رابعه بلخی میشنویم. رابعه بلخی یک شخصیت روشنفکر، آزاد اندیش بود. یک شخصیت کاملی آزادیخواه و وطنخواه بود. بنا به اندیشه محمد اوفی در لباب الالباب در روزهای آخری سلطنت سامانیان زیسته است، اما یک روحی قوی، روحی بیشکست، همیشه به نوگرایی و نوجویی میل داشتن این شخصیت معروف به نظر ما به متعصبان و سطح اندیشان اون زمان خوش نمی آید، چون در روزهای آخری زوال دولت سامانیان زیسته بود. آن زمانی که اکنون تعصب و جهالت با سردرآوردن خاندانهای دیگر در جامعه حکمران بود. بنابراین رابعه بلخی را همین آزاد فکری، آزاد اندیشی دانشمندانه اش جان او را به خطر میگذارد و او را از بین میبرند و به نظر ما تهمت میبندند به او که گویا او به غلامی ترکی برادرش عاشق شده باشد، معاشقه داشته باشد، چون در زیبایی و هنر یکی از شخصیت‌های نادر آن روزگار بود. اما همین گونه آهنگ‌های آزادمنشانه در سروده‌های رابعه عکس اندازی کرده است. مثلا همون جای میگوید که خبر دهم که باری بر سر ایوب زی آسمان ملخان و سری همه زرین. معنی اساسی 4 پاره رابعه این است که میگوید که موافق قصه های قرآنی با تلمیح کردن قصه ایوب که او به یک بیماری شدید گرفتار شده بود و از بیماری رنج میکشید و همیشه صبور بود و بر اجر آن صبر بر سر او ملخان زرین از آسمان میباریدند. رابعه بلخی میگوید من راضیم که در جاده عشق بی‌صبرانه به دیدار معشوقه برسم، بگذار برای من مگسی رویین بارد. رویین نام یک فلز است که قیمت آن از زر به مراتب پستر پایین تر میستد. و همین گونه اندیشه های آزاد فکرانه رابعه بلخی گمان میکنم به متعصبان جهالت پیشه خوش نیامد و هم یک بانوی شعوبی ملت دوست بود. بنابراین هر چه زودتر آنها سعی کردند که این سخنوری اصیل را از سر راه خود دور اندازند، نابود کنند با هر راهی که میخواهند، با تهمت و با اتهام. و همین کار هم شد متاسفانه. بنا به معلومات و روایت هایی که درج شده است گویا او را در حمام تفسان می اندازند. در حمام تفسان طاقت نمی بیارد و رگش را می برد و با همون خون بدنش شعرهای در دیوار حمام ثبت می کند. و البته این روایت هم باشد یا حقیقت هم داشته باشد، قبول کردن نتوانستن آزاد اندیشی یک بانوی روشنفکر از طرف جاهلان و متعصبان زمان تفسیر می شود. خب همین اتهام بستن، تهمت زدن به شخصیت های بزرگ و معروف متاسفانه در تمام جامعه ها رایج بوده است، خصوصا متعصبان و جاهلانی که از دانش میترسند، از نیروی شخصی روشنفکر هراس دارند. با این راه با تهمت بستن، با اتهام کردن در نسبت شخصیت او این گونه شخصیت ها را از بین بردن. اما نام و هنر شاعری رابعه بلخی تا جاودانه ها، تا آن زمانی که زبان و فرهنگ و تمدن فارسی تاجیکی پابرجاست و طور جاودان شعله افکن خواهد بود. نام او از تاریخ ادبیات و فرهنگ و هنر مردم فارس و تاجیک زدوده نخواهد شد.
عشق دریای کنار ناپدید، کی توان کردن شنا؟ ای هوشمند، عاشقی خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. شاعر و عارف مشهور فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاوره انجام دادن رابعه با استاد رودکی و از طرف استاد رودکی مورد ستایش قرار گرفتن سروده های وی یادآور شده است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر و زبان مادری ما نوآوری ها وارد کرده به اندیشه ادیب معروف شمس قیسی رازی در المعجم بحر خاصی را به بحرهای شعر پارسی علاوه کرده است. به همین خاطر همچنین در رابطه با آنکه وی نخستین شاعره صاحب دیوان و زبان مادری ماست، بعضی محققان در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی، رابعه را مادر شعر پارسی نام بردند. یعنی از سرچشمه ها برمی آید که رابعه دختر کعب قوزداری بلخی از نخستین زنان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که با زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. اندیشه های ادبیات شناس انصورت ملکزاده این گفته های ما را تقویت می بخشند. در مورد آن که رابعه بلخی نخستین شاعری صاحب دیوان فارسیگوی ثبت شده است، در این چنین اندیشه هم بیان کردن ممکن است که در آن زمان شخصیت‌های زیاد شعر می‌گفتند، بانوهای زیاد شعر می‌گفتند و هنر شاعری داشتند، اما نام رابعه بلخی همچون مؤلف 2 دیوان شعر در تذکره‌ها ثبت شده است. درباره رابعه بلخی نخستین تذکره که معلومات می‌دهد تذکره عوفی لباب الالباب میباشد. بعد از این عبدالرحمن جامی در نفحات الانس معلومات میدهد. رضا قلی خان هدایت در تذکره‌اش معلومات میدهد و هم در مثنوی بکتاشنامه نیز چند بیت قصه عشق شورانگیز رابعه بلخی را با غلام ترکی برادرش بر نظم می‌دارد. قبلتر از رضا قلی خان هدایت فریدالدین عطار در الهی نامه اون هم بیشتر از 400 بیت تفسیر عشق صمیمانه رابعه بلخی را با غلامش و رشته تصویر میکشد و این روایت ها را این 2 نفر در این مثنوی میگویند. در تذکره ها این گونه سخن نیست، نگفتند. رابعه بلخی نه تنها اولین شاعره زبان دری بلکه یکی از بانوانی است که با استعداد شاعری، زیبایی پرستی و آزاداندیشی خود صدای زنان عصرهای گذشته گردید. او با شعر و اندیشه خود به فرهنگ فارسی زبان روح تازه و زنانه بخشید و محبت را همچون ارزش پاک انسانی به عالم معرفی نمود. آثار باقی مانده از او هرچند کم شمار است، اما سرشار از احساس، زیبایی و اندیشه های عمیق فلسفی است. امروز نام رابعه بلخی همچون افتخار فرهنگی و معنوی ملت تاجیک و جهان فارسی زبان ارج گذاری می شود. برای همین هم درباره این شاعره شیرین کلام از تاریخ ادبیات تا به امروز تحقیقات ها ادامه دارند. در این خصوص ادامه اندیشه های ادبیات شناس انصورت ملکزاده رو میشنویم. رابعه بلخی با وجود آنکه دیوان‌های کامل شعرش تا به ما نرسیده است، 2 دیوان کامل شعر و 2 زبان تدوین کرده است، اما اون دیوان‌ها تا به ما نرسیدند، اما همیشه در ادبیات، در شعرشناسی مورد گفتگوی محققان قرار داشته است. سال 1958 به مناسبت 1100 سالگی استاد رودکی در دوشنبه، آن زمان استالین آباد، مجموعه هم عصران استاد رودکی به چاپ رسید و در همین مجموعه خصوصیت تذکروی دارد.
اشعار رابعه بلخی با شرح حال کوتاهش، با همین شرح حال ماجرا انگیزی که از او تذکره ها ذکر کردن آورده شده است و آن زمان 35 بیت همگی از رابعه ثبت شده بود. بعدا این جستجوها ادامه پیدا میکند. در سالهای صاحب استقلالی کشور عزیزمان باز مجموعه های شعری تذکره‌گونه تدوین می شود و در این تذکره ها هم نیز از رابعه بلخی حتما یاد می شود و یک تذکره هم از رابعه تا ادیبه در تاجیکستان و چاپ رسیده بود. اونجا هم ذکر رابعه بلخی هست. 23 ادیبه از تاجی عثمان و چاپ رسیده بود. اونجا هم درباره رابعه ذکر شده است و نمونه های اشعارش آورده شده است. سال 2007 اشعاری هم اسران رودکی در سلسله اختران ادب به چاپ رسید که آنجا نیز درباره هم اسران رودکی درباره رابعه بلخی نیز شرح کوتاه و نمونه اشعارش آورده شده است. سال 1999 که سال بزرگداشت دولت سامانیان بود، از طرف محققان به هر واسطه درباره هم اسران رودکی معلومات دادند و مقاله های تحقیقی نوشتند و در این سال از طرف پروفسور مطلوبه میرزا یونس بار نخست تحقیقات فراگیر در تاجیکستان روی کار آمد که با نام سرشک در لاله از تعبیر خودی رابعه بلخی گرفته شده بود و آنجا این محقق درباره ویژگی های اشعار باقی مانده رابعه بلخی، خصوصیت های ژنری، خصوصیت های موضوعی، خصوصیت های افزانی اشعار رابعه بلخی به طور مفصل اظهار نظر کرده بود و یکی از تحقیقات های خوب و آشنا سازنده کارنامه رابعه بلخی میتوان نام برد. و بعدا سال 2010 یک همایش بزرگداشت رابعه بلخی با ابتکار نویسنده خلقی تاجیکستان لطفت کنجی‌یوا دایر گردید و به این مناسبت یک مجموعه مقاله ها با نام نگاه به روزگار و آثار رابعه بلخی روی چاپ آمد و همزمان اشعار رابعه بلخی در کتابچه علاهیده روی چاپ آمد که کارهای بسیار خوب و ماندنی در شناخت رابعه بلخی می باشد و اکنون که یونسکو خطنامه قبول کرده است با پیشنهاد جمهوری عزیزمان، امیدوار هستیم که در شناخت رابعه بلخی تجلیل این جشن یک مرحله نو آغاز خواهد شد و رودکی شناسان نیز می توانند به هم اسرانی او و رابعه و دیگر هم اسرانی او بیشتر با دیدی تحقیقی نگاه کنند. یک سال پیش از این کتاب با نام رابعه بلخی و اشعار او نیز چاپ شد که فراگیرنده اندیشه های سرچشمه ها اهل تذکره درباره رابعه بلخی و تحقیقات نسبتاً مفصل درباره اشعار رابعه بلخی همین سال 2025 به چاپ رسید. همه این کارهایی که در تاجیکستان انجام شد همین است و من گمان میکنم که در شناخت رابعه بلخی یا اینکه در رابعه پژوهی سهم دانشمندان تاجیک نسبت به دیگر حوزه های ادبی کشورهای فارسی زبان برجسته تر و گسترده تر است. کاشک تنم باز یافته خبری دل، کاشک دلم باز یافته خبری تن، کاشک من از تو برستمه به سلامت، آی فسوسا کجا توانم رستن. شعرهای رابعه گرچه شماره آنها تا زمان ما کم باقی مانده است، اما با هنر بلند سخنوری و احساس عمیق انسانی فرق دارند. او زن را همچون موجود صاحب عقل، صاحب حس و آزاد می‌فهماند. این پیام که در عصر 10 بیان شده است امروز نیز برای جامعه معاصر اهمیت خاص دارد. دعوت به برابری، محبت، دانش و زیبایی. همین طور شنوندگانی عزیز فکر می نماییم احیای نام رابعه بلخی در سطح بین المللی نه تنها ارجگذاری به یک چهره ادبی است،
балки иқдоми фарҳангиест, ки барои эҳёи арзишҳои умуми башарӣ, муҳаббат, озодӣ ва адолат